به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بیننده عزیز و گرامی، برنامه نامه ها از ناحیه ها به اصلاح نیت شماره 276 را امروز تقدیمتان می نماییم. بیننده عزیز و گرامی، در آغاز باز هم تکرار می کنم در نوشتن نامه ها و ارسال آن به ما همراهی نمایید. اگر برادرانی که امکانی نوشتن و قلم خوب دارند در مورد این که توانند همکاری نمایند با اصلاح نیت و اینچنین با اصلاحات خواهان سامانه جدیدی که از حرکت هست، پس تماس گیرید تا اینکه توانیم مطالب خوب تحلیلی و یا اینکه در بخش‌های ما را توانند کمک کردند تماس گیرند تا اینکه ما کارهای زیاد باید انجام دهیم و امروز روز ننگ و کار است. اگر هر یک شهروند تواند 1 ساعت یا 1.5 ساعت عمر خود را برای مبارزه پنهانی، کسی شما را نمیفهمد، همراه شود، این خیلی کمک برای آینده دولت نوین تاجیکان و با عزت و با قدر کردن ملت ان شاء الله که سبب می گردد. آنچه خواندید زکات آن مال را دهید. زکات آن علم دادن است. وقتی که یک انسان مال دارد، زکات مالش باید پول دهد سالانه و زکات علم آنچه که میدانید باید برای این ملت و مردم دهید. پس امیدوارم که ان شاء الله خدمت برای این ملت و مردم باید همه ما و شما انجام دهیم. بپردازیم به آغاز برنامه 276 نامه ها از ناحیه ها. خود را نادیده می گیرند ولی حتما عرض و شکایت شما را که اصلاح چاپ کرد تفتیش و بررسی می کنند. ما برای این ادعایمان دلیل های زیاد داریم ولی متاسفانه در این آخرها از مسچاه، اسفرس، پیتامین، اشت، پنجکند، حصار، فیض‌آباد، واسع، 5 خوالینگ با ما نامه ها کمتر می رسند. برای آنکه ما بیننده عزیز و گرامی این رژیم را به کیفر اعمالش برسانیم، با ما و همراهی ما باشید و همراهیتان را توسط نوشتن نامه ها تأیید کنید. ببینید که در نامه زیر ساکن یک جماعت از ناحیه رودکی راجع به تاثیر و نتیجه کار اصلاح می گوید. البته وقتی که رودکی، ساکنان رودکی تقریبا یک نامش نوشته است که روزی دیگری نامش می رسد، حتما تاثیر می شود. وقتی که برادرها از کانیبادان بعضش میگن که هن چیزی شد او چیزی شد، تختسون اغلو را 12.5 سال زندان کردیم با چیزی می شد، یا که فکر میکنه که تا رحمانوف نمورد یگون نتیجه نیست. رئیس شهر کانیبادان برکنار شده بود، بازداشت گردیده است. چند منبع باوربخش رادیوی آزادی در نهادهای تفتیشاتی روز 3 اپریل گفتند بازداشت او در آخر ماه فوریه صورت گرفته، تحقیق قضیهش ادامه دارد. همون تختسون اغلو را اصلاح همین کارش کرد، یعنی به سزای اعمال جنایتیش رسانید. پس نویسید حالا ببینیم رودکی را اگر رحمانوف نگیرد پس در دزدی شریک است، یا آزاده قطیشه یا رستم قطیشه. اگر رستم یا آزاده فکر داشته باشد که نه همین خیل می رود، نه، یعنی روی اینها سیاه می شوند، یا اینکه رئیس رودکی باید رود یا اینکه رستم و آزاده باید دیگر یعنی در فکری فرار باشند. خوب دیگر هر چی که نوشتید حتما نتیجه خواهد داد. نامه از رودکی. سلام علیکم، برادر محمد اقبال صدرالدین از دهه گلستان جماعت دهات لاهور ناحیه رودکی هستم. من 1-3 ماه پیش نامه نوشته، بعضی حالت ها را ذکر نموده بودم. نامه مرا نشر کرده. تشکر برای شما. نشری نامه نتیجه داد. رئیس جماعت لاهور را بعد نشر آن نامه از وظیفه گرفتند. این برای مردم ما خیلی خرسندی آورد. حاضر درباره رئیسان محله ها کار کرده ایستادند. برادر ان شاء الله بهبودی است. ان شاء الله باور دارم که بوزها هم میده بزی را بس کرده ایستادند. اما چی خیلی گفتم هنوز رئیسان محله ها مانده اند. همان حرامخورهایی که یک کمبغل توی میکند بزی میکنند، میروند دویم دیگ رو میقپند، عکس و نوار میگیرند، اشترافشان میکنند و همراهی مسئولی تنظیم درآمدشان را پلم میکنند. این بوزها هر بگاه بعد نماز شام باز واخری دارند. نام های بوزها را یک بار دیگر اعلان میکنم. اگر این نامه مرا یک بار دیگر
در نامه ها از ناحیه ها جا کنید. بسیار کار خیری برای مردم جماعت ما میکنید. ما در خدمت شما شما که نوشتید حتما آن نامه جای میگیرد. رئیس محله ما علیم خانوف هاشم بوزی کلان است که از سوخا زمان می باشد. قشلاق ما کلان است. دویم رئیس محله امان شریپوف احمد است که دادرش شریپوف لطیف، دادر دیگرش شریپوف امید. اینها همه سه اکا و دادرند. بعد فیض علیف فرهاد، فیض علیف موهین بیگ، یونوسوف یعقوب و رسولوف محمد سعید. نام این بزها را یک بار دیگر اعلان میکردیم. شاید که شرم میکردند در نزد خلق، در نزد مردم و بزی را بس میکردند. حاضر رئیسای محله همون پول مکتب جمع کرده ایستادند. هر 2 ماه پس، 3 ماه پس، 5 ماه پس پول راه جمع میکنند. 1-2-3 کم از سنگ میریزیم، سوم را جمع میکنند. 15-20 هزار سومونی 2-3 کم از سنگ میریزند، با 500-600 سومونی شبن میریزند. باقی مانده سوم نمیدونیم کجا میشود. خلاصه یک راست و دروغ راه را سیاه میکنند که کمتر سنگ میپرتایند. حتی مهاجر بچه ها از روسیه سوم جمع میکنند و میفرستند به اینها. آخر مهاجر بچه ها دیگه سوم جمع نکنید، روان نکنید، حرام است به اینها سوم دادن. رئیس محلمون علیم خانوف هاشم زیاده از 20 سال می شود که مردم ما را فریب می کند. جای زیستی ما در 201 دیویزی نزدیک در پلیگان نزدیک است. آنجا تقریبا 25,000 گکتر زمین است. از همان حساب سوم زمین ها جمع می کنند. خلق 1-2 آدم رفتند پیش گنرالی 201 دیویزیا وای اوروس است. رفتند و گفتند که زمین های ما را پایمال میکنی، گندم های ما را علام میزنی. در وقت اوچینی گذراندند. ولی در 201 دیویزیا گفتند که ما با کلا نمیگیریم، ما در سوم شما وابشه در کار نیست، ما حاضر سوم شما را نگرفتیم. خلاصه ما یگان کار کرده نمیتونیم. تریتوریای ما اگر اوچینی باشد اوچینی میکنیم، اگر پایمال کردن باشد پایمال میکنیم. کجای ترانشه در کار شد ترانشه میکنیم، عقاب در کار شد عقاب میکنیم. یگان خیلی جوابگو نیستیم. تا حاضر ما یگان کپک ای خلق ای رئیستون نگرفتیم. ولی این بدبختی حرامخور رئیس محله زیاده از 20 سال شد سوم خلق رو با همین فریب میگیرد. نه کویتانسیا میدهد نه یگان چی. باز از ما کمتر بالاتر وینی ها ارمیای مینبران تاجیکستان جایگیر است. انا ایشک پرخرای. انا در آنجا در حقیقت بریگادیر است، اما از آنجا هم از مردم سوم میگیرد. در زمین های حدود 201 دیویزیا بریگادیر نیست، ولی با فند و فریب از مردم پول میگیرد. چی خیلی گفتم بعد نشر نامه ما در برنامه نامه ها از ناحیه ها رئیس جماعتمان پیروف عبدالله را از وظیفه خروشاوگیر کردند. همه رئیسان محله بزهای قشلاق را هم میگرفتند، بهترین میشد. خیلی قشلاق پیش میرفت. اینها مانع پیشروی ما هستند. باور میکنید رئیس ناحیه ممکن بشنوه پیش وظیفه گرفتن و تقلا نمی رئیسای جماعت ها را علش کرد تو آدمای خوب آمون تا اینکه مردم تو روزی هستند بازن تا عبدالغفارزاده حقارت نکنند. رئیس محلمون علیم خانوف هاشم زیاده از 20 سال می شود که رئیس محله است. حدود ما گولی سای نام دارد و آنچنان گفتم در بر تریتوریای پلیگان دیویزی 201 روسیه است. آن 20-25 هزار گکتر زمین در اختیار همانها هست. با آنها یگان سوم در کار نیست و گنرالشان هم چند بار با مردم گفت که با ما سوم شما در کار نیست، ما از شما پول طلب نمیکنیم، نمیگیریم. آنها سوم خلق را نمیگیرند. چند بار خلق رفت اما سوم نگرفت. گپ در اینجا است که آن زمین ها را مردم کشت و کار میکنند، گندم و جو میکنند. روزها روی راست گفتند و گفته ایستادند که اگر ما اوچینی گذرانیم زمین های زیر پا میشوند، زمین هاتون آتش میگیرند، خندق میکوبیم، ولی ما از شما پول نمیگیریم. مردم میگوید که شما با تن کتوب کشتی ما را نابود میکنید. اما در این میان رئیس محله هر سال مردم رو فریب داده پول برای این زمین ها جمع میکنه مردم و نه با رسوم میتید بلکه با کیسه خودش میزند. اما برای این که گویا با گنرال 201 پول میدی هم گفته همه وقت پول جمع آوری میکند. خلاصه خلق را فریب کرده گشته است. این همه سال این مگر جنایت نیست؟ خودی علیم خانوف هاشم در تریتوریای ارمیای مینبران تاجیکستان زمین دارد و در همان زمین ها نسم هم دل بریگادیر است. سوم مردم در آنجا زمین دشت را میگیرد.
گویا به مینبران میدهد، مردم را فریب میکند. 201 دیویزیا در طرف لاهور بازه دارد و آنجا هم زمین است، از مردم آنجا نیز سوم میگیرد و خلق آنجا را هم فریب میکند. اما یگان حادثه به سر زمین ها شد، هیچ کاری از دستش نمی آید. برادر این نامه ما را نشر کنید تا مردم و مقامات کشور دانند این قلاب را و جواب دهد به این کردارهایش. من مردم را نمیفهمم که برای چی نمی نویسید، اما شما چاپ کنید، چون که باز نفران از رئیس محله جبر دیده ان شاء الله که میخوانند مینویسند و کسان دیگر هم پیدا میشوند و شکایت میکنند. در حال حاضر باز سوم مکتب جمع کرده ایستادند، گویا 3 صنف خانه علاوگی باید بسازند. اگر کدام که فرزندی یکم خان دارد و حجت در کار شود، میرود میگوید که تو اول سوم مکتب را سپار، صنف خانه علاوگی ساخته ایستاده، 500 سومانی سپار، باز 100 سومانی دیگر برای ترانسفورماتور سپار، چند سومانی دیگر از روی همتت برای آبادانی سپار، 100 سومانی برای گازیت سپار. انا بعد من حجت برای صنف یکم خانی تمیتیم. مردم دیگر حسابش گم کردگی، میترسند، ترسانچک شدگیان، چون که از امنیت میترساند مردم. اگر گپ بگردانی نسبت همان بزا حتما به تو یگان پرابلم می شود. با 1000 تهمت های ساخته تو سلفی، تو با محمد اقبال گپ میزنی گفته تهدیدت میکنند. آخر اینها خودشون مردم رو بر ضد حکومت و پیشوا کرده ایستادند. رستم و آزاده باید خوب بدونند که کیها هستند دشمنای اصلی و خائنا. باز یک پرابلم دیگر دارند. این رئیسان محله ما از کدام ساختاری که قشلاق ما می آیند فرق نداره، ساختاری پژرنی، نلاگای، سن اپیدیم ستانسیای، یگان داماد رحمان فای کدامش که نباشه، اگر همان بگوید که مرا 5000 سومانی جمع کرده تید، این رئیسان ترسونچک ما بز خلق را مجبور میکنند که سر خانه 20 یا 50 سومانی پرتویت ما این پول را دهیم. مردم را ترساندگیان. مردم دیگر سر را خم میکنند و با 2 دست ادب مادر رستم و دشنام کرده پول میتیند. کجای میروی رئیسان محله سوم میگیرند. باز هر یک کوچه با خودش عدل نه سوم جمع کنک داره. یک آدم را وابسته کردگیان، باور کنید همان آدم هایی که سوم جمع میکنند همان ها هم میخرند. نمیدونم یگان چند سومانی، اگر یک ماشین سنگ را 500 سومانی خرند یا شبین رو اچاد میدین 1000 سومانی. آخر خلق هر روز از کجا میابه؟ وضعیت روسیه بزیب در تاجیکستان کار نیست، یا خیل بشورای نفقه خور 200 سومانی نفقه میگیرد. این چی میشه واقعی؟ او را خودش بخورد، در سویت بتیش، در راه بتیش، در رئیس جماعت بتیش، با عزیز ما را روانش کنه، با رستم، با آزاده را با کی را بتش خیام 200 سومانی میتیش بو. اینجا درباره یک مسئله دیگر گفتنیم. در جای ما یک الکتریک دیگر پیدا شدگی، هر 2 سال پس شاشیکا را عوض کنید. این نمیشه گفته سری مردم گرنگ میکند. یک پلمبای 5-10 سومانی را در 300 سومانی زده ایستاده. تاجدین نام داره، لیچ نه یک شناسی نزدیکم رو در 900 سومانی تاباندار یا قرضدار کرد. خانه این الکتریک در طرفای کلوبای. وقت نو آمده بود یک فوتبال قید تنکی 10 سومانی میپوشید. حاضر ماشین تایپای او را بین، کتگی را بین، باور کن خیلی دیگه. ببین که با چه حیله و نیرنگ از خلق سوم میگیرند. بیزنسی او را بینید، از مردم به هر راه پول کندن است. شناسی نزدیکم را آمد، گفته است که شاچیکت کهنه باید علیشش کنی، بگردن نمیگیرد، ایواز نمیکند، میگوید نو است، 2 سال پیش خریده بودمش. میگوید این ریپوسکای پیشینه دیگر بکار نمیرود. خلاصه الکتریک میگیره، شاچیکم میگیرد، اکت میکند. کک برک کارنوشایم. این شناس هم سومی سویتا 3 ماه نمیسپاره. وقتی که سومی سویتا نمیسپاری، شاچیکه که اکت شده است ترینای حساب میکرده است. انا این بیچاره ترینای 5 وینای حساب میکند، 900 سومونیش میگیرند. میگوید این حساب کنکای نو ای اکای ظاهر دامادی جنابای و باید شاچیکا را ای نو کنی. با نام دامادی جناب مردم ترس میدهد. آخر این چی حکومت دوریای؟ این تاجدین چند نفرها را همین خیل عذاب و غم داده، پولهای آنها را گرفتگیای. این نامرد خلق را سخت غم داده ایستاده است. یک چیز دیگر را درباره علیم خان هاشیموف نگفتم. این رئیس محله از زمین‌های همواری سر گکتر 500 سومانی میگیره. از آنهایی که در سر پشته و تپند باگا و اسب جفت میکنند 250-300 سومانی میگیره. سبحان الله. یه ای دوره امیر علیم خان گذشت به خدا. آنجا هزار گکتر زمین است. از ساکنان 2 دهه گلسای و قاسم آباد این پولها را میگیرد، ولی کسی نمیپرسد که این پولها را برای چی میگیرد. شاید ارگانهای تنابکشی حکومت این مسئله را میبینند. حتما باید ببینند. یکم رئیس ناحیه باید ببینه. اگر ایمان داشته باشه، اگر کم ایمان داشته باشه، باید قضیه را ببینه که
الله در روز قیامت حتما از رئیس ناحیه اول میپرسد. این یگان جای شک و شبهش نیست و هیچ یگان نمودخل فکر نکنید که این غلط است. نامه دیگر از راغون. السلام علیکم برادر محمد اقبال، من از شهر راغون می نویسم. چندین سال است که امام علی رحمانوف از ساختن راغون را برای خود به یک اسباب رکلام و ترغیب و تشویق تبدیل کرده است. هر زمانی که امام علی رحمان احساس پس شدن ریتینگش را در بین مردم می کند، در راه نقش پرزیدنت مردمی را بازی می کند. برای رحمانوف صحنه برای بازیدن این راغون است. نمیدانیم با وی این را کی گفته است و آموخته است، اما رحمانوف فکر میکند که مردم همان مردم سالهای بعد جنگ شهروندی‌اند و اتحاد را در راغون می‌بیند. مردم راغون را در فلان جایش زدگی‌اند و سبب محض همین رحمانوف است. چرا؟ چون که راغون حالا با کار ندار آمده چندین میلیون و میلیارد دلار قرض دارد. چون که راغون با کار ندار آمده، الکی رحمانوف برق آن را با ازبکستان و افغانستان و قزاقستان شرطنامه بسته و فروش گذاشته است. حتی نرخ صادراتی که رحمانوف با ازبکستان میکند از نرخی برای اهالی کشور میفروخته‌اش ارزانتر است. رحمانوف 1 کیلووات ساعت نیروی برق را با مسجد و مغازین و دیگر جایها نزدیک 10 سنت 92 مقرر کرده است. این نرخ در یگان گوشه دنیا نیست، در حالی که ارزانترین قوه برق این قوه برقی است که نیروگاه آبی استحصال میکند. این دفعه وقتی راغون آمد تا همه مردم را متوجه ساختمان آن کند، سروزیر را هم برای اجرای نقش یکجا کرد. وعده های نو که سال 2027 مردم با برق تامین میگردد و راغون هم با اتمام میرسد از چرخه سیمش، مز برای آرام نگاه داشتن مردم تا انتخابات. اما اینجا هم باز غرام بازی کرده ایستاده است. پیش در کدامی از سخنرانی هایش گفته بود که مهمه سال 2027 سویت دائمی می شود. آن وقت خلق خندیده گفته بود که هر سال در می سویت دائمی می شود. چم اگر می گفتی ینور یا فوریه معنا داشت، ولی این بار گفت که سپتامبر سال 2027 سویت دائمی می شود. یعنی چنان امسال مردم در فصل تابستان هم از عذاب بی‌برقی به نصیب نبود، نه فقط تیر ماه و زمستان سال 2025-2026، زمستان و تابستان و تیر ماه 2027 هم این عذاب بالای مردم می ایستد. چون که ماه می گفته بود، حالا میگوید که ماه سپتامبر. این سپکتاکل ها را در این چند سال سویت مری افسانه می شود گفته بود، همه مردم تاجیک خوب می داند و فراموش نکرده. خیرالله رئیس گیس راغون بعد نشر برنامه های اصلاح عاید مخیناتسیا و کمبودی هایش خواطر بود و خیلی دوادا کرد که تا با رحمانوف رساند که گفته ها همش تهمتند. رحمانوف امر داده است که نسبت خیرالله معلومات ها را جمع کنند. رحمانوف گفته است که تا سال 2027 با خیرالله نرسید که باز یگان کس را در جایش میمونیم تا او همه را ایخود میکنه که خیلی وقت در کار همه را بود کند، بعد فکرش را میکنیم مثل اسمت دولیک. خیرالله امکانیت هایش را استفاده برده کمبودی هایش را تازه دارد. این زمان دختر خیرالله فرزانه با شوهرش قربانوف سلیمان که یاردمچی سفیر تاجیکستان در ایالات متحده آمریکا است به تاجیکستان آمدند و تغییر دادن آن نقشه های را که در برنامه های اصلاح افشا شده بود، یعنی خیرالله باید با بهانه تبابت از تاجیکستان به ایالات متحده آمریکا رود و دیگر بر نگردد. دیده ایستادن. باید خیرالله لیوبام پوتیام هوی بخوره. خیرالله گفته که رحمانوف یگام آدمی را که استفاده برد پروستا تک سرش نمیتیه. آنقدر میلیاردهای را که چرز راغون ما برآوردیم باید گپش نبرایه. خیرالله در دستگاه پرزیدنت آدمهای نزدیک خود را دارد که او را از هر خطر خبردار میکنند. برادر داماد خیرالله قربانوف محمود سردار شعبه مالیه دستگاه پرزیدنت است. همسر خیرالله عمه قربانوف سلیمانی داماد خیرالله می باشد، یعنی چند طرفه خشند. خیرالله گفتگی که تا سال 2035 مردم امید سویت راغونه نکنند. این گپای پیشو می گفتگی همش افسانه و دروغند. خوب مردم فهمیده سین رئیس گیسی گپورا گفتگی دن از این مردم خوب دکرو گوش. خب مردم باید دیگه بفهمند راستای دروغ تشخیص کنند. نامه دیگر از ترسون زاده. سلام علیکم برادر مبارز راه حق محمد اقبال صدرالدین، برای تشکیل حرکت اصلاحات خواهان شما را تبریک میکنم. از شما میخواهم پرسم که برای شامل اصلاحات خواهان چی کار باید کرد؟ خب برای شامل شدن به حرکت اصلاحات خواهان شما در هر منطقه هستید، منظور در روسیه و در اینجاها، باید یک کمتر انتظار باشیم تا وضعیت به کدام حالت میرسد. ولی اگر در منطقه های بیرون است
حدود اسنگی هستید، حتما یعنی در بسیاری از کشورها نمایندگی های اصلاحات خواهان وجود دارد. می توانید که تماس با آنها یا تماس مستقیم با من تا ما شما را با آنها پیوست کنیم و حتما مشخصات شما را میگیرند و شما شامل اصلاحات خواهان میشوید. برادر عزیز، این نامه را از ناحیه ترسنزاده میفرستم. از الله بزرگ تمنا دارم که هر چه زودتر ما را به یک وطنی با عدل و صاحب استقلال واقعی برساند. برادر، به نام خدا چنان خسته شدیم که در دست این بی‌شرف ها مردم ما هر روز مینالند و هزار عرض و شکایت بین خود میکنیم. در این غریبی در کار وزنین مهاجرت خسته نشدیم، ولی از این لعنتی ها بداد آمده ایم. من خودم در شهر مسکو کار و فعالیت میکنم. کار خوبی افتم و جیانم و پسر خاله‌ام را به کار دعوت کردم. آن دو کس که پول بلیط هواپیما نداشتند از بانک قرض گرفته بلیط گرفتند. من پیش از قرض گرفتن گفتم روید فرودگاه دوشنبه و نام و فامیلیتان رو سنجید که باز زپرت نداشته باشید یا اینکه دیپورت نشده باشید. آنها رفته دوباره سنجیدند که تازه برآمدن، بلیط گرفتن، اما بعد آمدن در فرودگاه ژوکووسکی 5 روز روی پل در فرودگاه خواب کرده به سبب های نامعلوم به تاجیکستان برگردانده شدند. با این گپ من چی گفتنیم؟ این دو کمبغل زن و کودکدار بیکار چیکار میکنند در تاجیکستان؟ باز بالای این قرض این بانک این حکومت ما کمی فکر میکرده باشد این دولت ما یگان سیاستی دیپلماتی خوب نخواد نداشته باشد. پیشوا داریم نخواد سیاست خوب نداشته باشد. 30 سال زیاد است که مردم تاجیکستان در غریبی با این مشکلات دست و پنجه نرم میکنند. این یکم معما بود. دوم معما این است که برادر، من عین حال در مسکو در روبلیوفکا در یک پاسیوکا در دچه یک آدم منصبداری کرمل یک بوی کار میکنم. 8 کس، 5 کس از ازبکستان، 3 کس از تاجیکستان در یک ابیکتی کلونیم. صاحب این دچه که در کرمل کار میکند روزهای یکشنبه آمده ششلیک کرده با ما 3-4 ساعت میشیند. این آدم تاجیکستان بسیار رفته بوده است. رحمانوف را خوشرو میشناخته است. میگوید که این رحمانوف به از شخصی بی سواد است، ترسانشک، به لفظ و به دین است. میگوید که رحمانوف از سیاست خیلی دور است. برای تخت و کرسیش در کار باشه، زن شد، دختراش وطنش میفروشه. خلاصه خیلی گپ های پست و بلند زد و تحقیر کرد. راستی گپ من از همراهان ازبکم شرم کردم و گفتم که این همه گپ هایتون درست نیست. طرف من نگاه کرده خندید، گفت من تاجیکستان رو با مثل 5 پنجم میدونم. رحمانوف هر روز چیکار میکنه، چی میخوره، کجا میره، چی میگوید در ما هست، میدونی ایرا. بعد او 3 نوار رو با ما نشون داد. در یکی از آن نوارها در وقت خوراکخوری رستم کسی را دشنام میداد. من راست دیگه باور نکردم، اما نوار رو دیده چه خیلی باور نمیکنی. گفت که کامرای معده در تگمه خدمتگار را ثبت میکند و میفرسته. 4 خدمتگار رستم با اینها کار میکرده است. باز در بین محافظای رستم آدمانش کار میکردند. خلاصه تمام آدم رحمانوف زیر نظر روسیه بوده است. شاید گمان کنید که من افسانه نقل میکنم، اما اختیار به خودتان است که باور میکنید یا نه. وقتی من در سری طعام حقارت رستم را دیدم شوک شدم. البته از حقارت رستم نه، از گرفتن نوار که چگونه در خانه وی کارگرها برای روسیه شپیونی میکردند. این منصبداری کرملشین باز گفت که رحمانوف را میفارد که او را روسیه همیشه نظارت و محافظت کند. سپس من گفتم که خوب احوال همه دیکتاتورها همین خیلی است. گفت که نه، دیکتاتورهایی هستند که برای وطن و ملتشان خیلی کارهای بزرگ کردن. گفتم که چه خیلی؟ مثلا گفت لوکاشنکو باتیا چیکار کرد؟ گفتم اهالی بلاروسیه را برابر تاجیکستان میدونی؟ گفت رنگ تاجیکستان میگرند نداره. گفت که بله، لوکاشنکو منصب را دوست می‌دارد ولی چشم گشنه نیست، گد و تب نیست. برای پول و مال بایگری آنقدر اهمیت نمی‌دهد. رنگ رحمانوف شما همه را مناپوله نکرده است. اولاد و محل بازی نمیکند، منصب فروشی نمیکند. اگر رحمانوف رنگ لوکاشنکو خدمت میکرد، با سامان ایر پرواز میکرد، برای راست کشی خودش در 100 میلیون دلار سمالیات نمیخرید. بعد درباره سپرمراد نیاز و گربانگولی بردی محمد و اسلام کریموف گپ زد با فکت و دلیل ها. گفت که رحمانوف کجا نرود او را خوشرو میشناسند که وای چی کار میکند و چی کار است. تمام دولت ها میشناسند رحمانوف. فقط میخواهد که وای را حمایت کنند. از اپوزیسیا سخت میترسد. هر کجایی که برود در عکسو ببینی برابر پوتین میرود، پکازوخه میکنه. میخواهد که او را از تروریست ها
نابوده حمایت کنند. از افغانستان و طالبان به حد سخت میترسه. رحمانوف گفت با کارهای طالبان سخت لیزید میکنه، عاقبت او را همه طالبان فلان میکنن. گفت پرزیدنت های دیگر دولت ها آبرو دارند اما رحمانوف آبرو نداره. همین را میفهمی، چون که گفت این روسی منصبدار رحمانوف تاجیکستان را با یک شرکت خصوصی اویله‌اش تبدیل کردگی، وگرنه تاجیکستان میبایست خیلی پیش میرفت. معمای سیوم این است که امسال فرزند سیوم من میبایست مکتب میرفت، لیکن میترکه نداشت شهادتنامه تولد. با جماعت اویله هم رفت، او را نماندند که واردی بنا شود. گفتند که سطرت را از سرت گیر و مناسبت دغلانه با او کردند. اما با جنگ و جنجال می درآید. آدمی که شهادتنامه میترکه میدهد گفته است که 1400 سومونی میشوه خودت، همش حل میکنیم خودمون توغری میکنیم. همسر من گفته است که من شرایط این پول دادن ندارم. این آدم به همسرم گپ‌های هر خیلی زده گفته است که همه کارها را خودم حل میکنم، شما 2000 سومونی دهید. همسرم دشنام کرده از نزدش بیرون شده است. این حادثه را همان لحظه زنگ زده خبر داد. من گفتم وای چی نام دارد؟ نمیدونم. گفت متریسکه را برادرم خودش درست کرد، لیکن من روم ادب اون کارگر جماعت حتما بیتیم. از پول سویت هم یک ماهش نداده بود. یک مرده که کلان میگوید که چی با پول سویت نسپردی؟ زنی من هم طرفش درست جواب میدهد برادر برای پول برق رو دادن کارت باید گیری، بانک روی. برای کارت با کارت همسر من 10 بار زیاد برای کارت بانک رفت ولی ندادنش. یک حادثه دیگر را در آخر گفتنیم. همسر من بازار برای خرید پروداکت می رود. ملیسه ها سطرت را کش گفته دست درازی کرده سطر همسرم را میکشند. زنی من میگیرد و از نو میپوشد. در بین بازار ملیسه ها با همسرم میشوند جنگ و جنجال. یگان مرد تاجیک که همونجا بوده شریک نشد. گفت زنم که مرا از چنگ این ملیسه ها خلاص کند. تا این اندازه بیناموسی و دیوسی مردهای ما را در وطن فرا گرفته است. بله، وقتی که مردها همه فرار کردن رفتن، وطن در اسارت یک رژیم میماند. به خاطر که زن و فرزندان را نجات دهیم، هر یک نفر از همین حادثه را انتظار باشید. خودت در آسیا میگردی، زن و دخترت در تاجیکستان با چنین وضعیت ها دچار و گرفتار می شود. خوب، واقعا هم این از دهشت ملت و مردم ما. بله بیننده عزیز و گرامی، این بود برنامه 276 ما. امیدواریم در نوشتن نامه ها و گذاشتن لایک و انتشار آن ما را همراهی می نمایید. با شما بود محمد اقبال صدرالدین. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.